حضرت فرمودن که اگر زبون تو از دو چیز حفظ کنی، قلبت هم از دو چیز، چشمت هم از دو چیز، دخلت معی فی الجنه. این حدیث حفظ کنی. حضرت فرمودن اگه اینی که میگم گوش کنی، زبون تو از چند چیز؟ دو چیز. قلبت هم از دو چیز، چشمت هم از دو چیز حفظ کنی، دخلت معی فی الجنه، تو با من تو بهشت. بارک الله الرحمن الرحیم. خیلی ساده میگم من، چون مطالب علمی به درد مردم نمیخوره. خیلی ها علمی صحبت میکنن اصلا نمیفهمن معلومی آقا چی میگه. با شمسون زاهد گفتن آقا این آقا نمیفهمیم چی میگه، فرمودن منم نمیفهمم چی میگه. حالا یه حدیث میگم، شاید بعضی این حدیث از من شنیدن یا در منزلمون یادن. یه شخصی ناامید بود از خودش، اومد پیش رسول خدا شاید که یا رسول الله من عملی ندارم، در سال یه و بیشتر روزه نمیگیرم، 5 تا نماز یومیه میخونم، صبح و ظهر و عصر و شب. اینه انا اذا متو، من جام کجاست که میمیرم؟ نه ثروتی دارم که با او ثروتم خدمتی بکنم، نه توفیقی دارم که مکه مشرف شم، ثروتی ندارم که بیمارستانی بسازم، مسجدی بسازم، جهاز دختری بدم، خدمت به زیر دستان ضعفا بکنم. هیچ. ناامیدم از خودم، نمیدونم. یه نماز خشک خالی میخونم شبان روز، یه ماه رمضان روزه میگیرم، هیچ عملی ندارم. اینه انا اذا متو، این عبارت عربیش اینه. اینه انا اذا متو، من که کاری نمیکنم که، مثل غالب ماها اینجوریم دیگه، ما کاری نمیکنیم که. 5 تا نماز یه امام روزه، چیکار میکنیم؟ حالا تازه نمازامون هم توش حرفه. یه استاد اخلاقی ما داشتیم 60 سال پیش، سید بود مرحوم آسمتی نجفی، فرمودن یکی از گناهانی که ما میکنیم نمازامونه. خود نمازامون استغفار داره. نمازه که ما میخونیم باید بزرگ برش استغفار کنیم. بله دیگه، نمازه که ما میخونیم تازه استغفار داره، چه برسه دیگه خدای نکرده غیبت کنیم، دروغ بگیم، گناه بکنیم. خود نماز و روزمون هم تازه درش حرفه. حالا این شخص ظاهرا نمازش خوب بوده، روزش هم خوب بوده، میگه من یه ماه روزه میگیرم، 5 تا نماز بخونم. انا اینا اذا متو، خوب حفظ کنید حدیث ها. انا اینا اذا متو، من جام روز قیامت کجاست اگه بمیرم؟ حضرت فرمودن که اگر زبون تو از دو چیز حفظ کنی، قلبت هم از دو چیز، چشمت هم از دو چیز، دخلت معی فی الجنه. این حدیث حفظ کنید. حضرت فرمودن اگه اینی که میگم گوش کنی، زبون تو از چند چیز؟ دو چیز. قلبت هم از دو چیز، چشمت هم از دو چیز حفظ کنی، دخلت معی فی الجنه، تو با من تو بهشت. بارک الله. اما دو چیزی که راجع به زبانه، یکی کذب، دروغ، یکی غیبت. اگه مواظب باشی دروغ نگی. مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن از اول عمرم یه دروغ نگفت. خیلی خوبه. روایت داره دروغ اگه کسی بگه بوی بدی از دهنش بیرون میاد، ملائکه ناراحت میشه. کاسبا اگه دروغ بگن برکت از کسبشون میره. ما که طلبه ایم که دیگه اگه دروغ بگیم که دیگه توفیق طلبگی از اون سلب میشه. دروغ بگیم، استاد میگه فهمیدی؟ شما میگی بله. نفهمیدی یا؟ ما اگه بگی بله این دروغه دیگه. چرا میگی بله؟ خب نفهمیدم. مزه ایمان نمیچشه آدم مگر اینکه دروغ نگه، حتی به شوخی. جدهو یعنی جدی، هزهو یعنی شوخی. بعضی هم شوخی دروغ میگن، میگه چرا دروغ بگی؟ یه شوخی کردم. و همون شوخی رو هم مینویسن. شوخی رو هم مینویسن. به شوخی هم نمیتونی دروغ بگی. بله، دروغ نباید بگی.
اما غیبت کسی رو هم نکن. چه کار داری فلانی بده یا خوبه؟ بعضی مریضن همش میخوان حرف این اونو بزنن. یه شعری من براتون سابقا خوندم: همچون مگسان روی پلیدی منشین، زنبور عسل باش انیس گل باش. مگس بدبخت این همه گله، رو گل نمیشینه، میره رو نجاست میشه. اما زنبور صاف میاد رو گل میشه. نجاست هم هست اما زنبور میره رو گل میشینه. شاعر میگه شما مثل زنبور باشین، رو گل بشین. یعنی خوبیای مثلا این انقلاب خیلی خوبی داره، نمیگه اینو، حالا یه ایرادی داره، اینو همه جا میشینه میگه. و خوبیاش هم بگو، چرا حالا اون یه دونه ایراده میگی؟ یا مثلا یه آدمی همه خوبی داره، خوبیاش نمیگه، یه دونه حالا خب معصوم که نی آدم بالاخره یه، چرا میگی؟ روایه داره خوش به حال اون کسی که به عیب خود پرداخته و به عیب دیگران کاری نداره. بعضی غیبت میکنن، میگه آقا چرا غیبت میکنی؟ میگه که من دیدم که میگم، اگه ندیده بودم که نمیگفتم. همون غیبته که میگی، اگه ندیده باشی و بگی که تهمت زدی. چرا میگی؟ حالا مگر استثناء ما در اون کتاب غیبت نوشتیم که 12 جز غیبت جایزه، یکی اونجا که فسق علنیه، پس یکی دروغ نگو، یکی هم چی؟ غیبت هم نکن. حرفی که حتی جایی هم که غیبت میکنن نشین. مرحوم آقای ملکی استاد اخلاق امام، ایشون در یه مجلسی شرکت کرده بودن، ظاهرا اونجا غیبتی شده بود، ایشون ناراحت شدن، شاید دفاع هم کردن و اینا، ولی اونا گوش نکردن، ایشون ناراحت شد، تشریف بردن، نشست. در بین راه به رفقاشون فرموده بودن این شرکت من در این مجلس 40 روز مرا عقب انداخت. چون اهل سیر بود ایشون، اهل مراقبه بود. استاد امام قبرش در شیخانه، اون برای قبر میرزای قمی، قبرش اون دستگاهی برید دعا کنید، حاجت بگید. آقای میزاد آقا عزیز کتاب المراقبات داره، عربی، ترجمه فارسی هم داره، در کتابخونه بگیرید مطالعه بگید. مراقبات عربی هست، فارسی هم هست. در هر ماهی چه چی داره؟ با تعالی ماه ذی‌قعده چه چیزایی باید در این ماه مراقبت کنید. روز یک شنبه 4 رکعت نماز رو باید بخونید، نوشتید یک شنبه های ذی‌قعده. و ماه ذی‌قعده گناه 2 برابر می‌نویسند، چون ماه حرامه. کسی در این ماه گناه بکنه 2 برابر می‌نویسند. گناه نباید بکنه در ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرمی، 3 تا پشت سر هم ماه حرامه. یه ماه هم تک افتاده، اونم ماه رجبه. در سال 4 ماهه که اینا حتی قتال ابتداعاً، جنگ ابتدایی هم جایز نیست. پس حفظ کردیم 2 چیزی که راجع به زبانه چی بود؟ 2 چیز هم راجع به قلبه. 2 چیزی که راجع به قلبه، یکی کینه و یکی حسد. کینه اینی که یک کسی عصبانی بوده، یه روزی تند با ما صحبت کرده، حالا ما در دلمون از اون ناراحتیم، اینه میگن کینه. ناراحتی که من از اون دارم اینه میگن کینه. این بده. یکی از صفات خوب بچه ها این است که کینه ندارن. بچه ها با هم دعوا میکنن، 7-8 ساله، گاهی سر صورت همدیگه هم خونی میکنن. بابا ننه دارن اونجا با هم دعوا میکنن، اون میگه پدر سوخته پسر تو بدجنسه، اون میگه مال تو بدجنسه، اما اینا دارن با هم بازی میکنن، آشتی کردن. بچه ها با هم بازی میکنن، تو بازی میکنن، اما بابا ننه با هم دعوا میکنن. اینا کینه نداره. یکی هم سگه. سگ هم کینه نداره. من بچه بودم یادمه میزدن بچه ها، بی تربیت بودن، حیوان رو اذیت میکردن، اینجا شد خونی میکردن، یه لقمه نون که بهش میدادن این دمشو تکون میداد، میگفت متشکرم. زبونه یا با قولی متجددین مرسی میگفت، بلد نبود بگه مرسی، این دمشو تکون میداد. ولی به قول عربا شکرن، به قول ما فارسا متشکر، به قول اونا. این سگ کینه نداره. 10 صفت خوب سگ داره.
خیلی عجیبه، صفات خوبی داره سگ. یکیشی که شب زنده داره، اهل بیدار شب بیداره. من یادمه قدیما 20 سال پیش که میادم مسجد گله بود، حالا سگا رو کشتن. قدیم گاهی من مسجد 10-20 سگ توی خیابون با هم میرفتن، بیدار بودن سگا شبا. یکی از صفات خوب سگ یعنی که سگ شبا کم میخوابه، شب زنده داره. راجع به سگ صحبت کردم، یه قصه یادم اومد اینم بگم که مردم با خسته میشن یه نواخت حرف گوش کنن. آقای قرائتی وقت فرمودن که گوینده 20 دقیقه صحبت کرد باید یه حرفی بزنه، مردم خستگیشون دره، بعد 20 دقیقه، اگه نه همون 20 دقیقه بس. میخواستن تلویزیون پخش کنن، ایشون هم اینجا اتفاقا آمد. تلویزیون هم اینجا صدایشون رو 4-5 سال پیش گرفت برای پخش که مبلغین بدونن میرن منبر. 1 ساعت طول ندن منبر رفتن. آداب سخنوری، آقای فلسفی کتابی دارن به نام فن سخنوری، طلبه ها این کتاب رو تهیه کنن بخونن. منبر رفتن هم یه آدابی داره. 1 ساعت دارن منبر بر مردم خسته کنیم، مردم چه گناهی کردن گیر ما افتادن. حالا این قصه رو بگم، بقیه حدیث رو بگم. یه کسی از سگ میترسید، یه نفر گفت که هر وقت سگ دیدی این آیه رو که بخونی سگ میره. و کلبهم باسطون ذراعیه بالوصید. یه نفر گفت که احتیاطاً یه عصام عقبت باشه. گفت چطور؟ گفت بعضی سگا عربی نمیفهمن. بعضی سگا عربی نمیفهمن، چاری که باش. منم برام اتفاق افتاد. اتفاقا من 20 سال صبح نمیام نماز آقای آل اسحاق نماز بخونم. قدیم من صبح خودم میمدم منتاش ولی پام درد نمیکرد. اون موقع روزا با عصا نمیمدم، اما صبح رو با عصا میمدم. سگا حمله کردن به هم دم همون قبله. هر چی میگفتم و کلبهم واسطون، این هم عربی نمیفهمیدن اما پارس میکردم. عصا رو همچین بلند کردم و نزدمشون، تا بلند کردم اینو سرا رو پایین انداختن رفت. دیدم حرف اون آقا درسته. پس شما احتیاط کنین، همیشه هم آیه رو بخونین هم عصا عقب باشه، اما نزنینشون ها. 10 صفت خود. یه صفتش هم بگم با وفاست، خیلی عجیب. صاحبش اگه بیرونش کنه نمیره. بعضی عصبانی میشن. قدیما سگ داشتن، از خونه بیرون میکردن سگ رو، در میبستن. این همطور اونجا چنبک میزد، گاهی هم سرش اینجوری میکرد به در خونه نگاه میکرد که صابخونه کی در وا میکنه بره تو. با وفاست. عابدی در کوه لبنان بود مقیم. به چند روز پیش اینجا بین نماز گفتن. شعباس قومی یک کتابی داره، در اونجا چند تا شعر نوشته که عابدی در کوه لبنان بود، شبا ما را افطار میخواست بکنه، براش از غیب غذایی میآمد، نونی چیزی. یه 2-3 روزی خدا خواست امتحانش کنه، نون بهش نداد. از اونجا از بالای کوه آمد پایین، رفت در خونه یه جبری. اون ده هم اهل مسلمون نبودن، جبر بودن. در زد، جبره 3 تیکه نون به این داده. وقتی اومد بره، این سگ جبره بنا کرد پارس کردن. یه دونه نون انداخت جلو، باز 2 مرتبه پارس، یه نون دیگه هم داد. دفعه سوم گفت چقدر بی حیایی به سگه، 2 تا نون بهت دادم بازم ول نمی کنی. سگه به زبان در آمد. یعنی شیخ بهایی به شعر در آورده. سگه به زبان در آمد که من بی حیا نیستم، تو بی حیایی. من چند سالی در خونه این جبرم، گاهی غذام به من نمیده، یادش میره. من در خونه این جبر رو رها نکردم. 2 شب خدا به تو غذا نداد، پشودی اومدی در خونه جبر. اینو به شعر در آورده در این کتاب کوچیکا. هر کی این کتاب کوچیکا شعباس قومی داره، مقامات العلیه منازل الاخره نزهت النوازل. این 3 کتاب کوچیکا رو من هر 3 دارم. تو یکی از اینا سالا تو کدومه یادم نیست، تو منازل الاخره میگن هست. این شعر اونجا پیدا کنید که راجع به سگ. خب کینه نداره سگ. پس باشیدی که راجع به دل چیه؟ یکی حسد نداشته باش. اگه دیدی با جناقت یه خونه شمرون داره، نگو عجب ماشاءالله تانی پولا رو جمع کرده این خونه رو خریده.
همش تو خونه بیشین پیش عیال غیبت شوهر خواهرتو، یعنی با جنابتو بکن. همش میگه بله این از اونا کلاهبرداراست، کلاهبردشی که حالا ماشین بنز خریده خونهش امرو. این حسده دیگه، این منشأ غیبت حسده. اون با جنابش که 20 بخونه 30 متری 40 متری آپارتمان خریده او رو نگاه نمیکنه. اون با جنابش که خونه 2000 متری داره و ماشین بنز داره و اینا همش او رو نگاه میکنه، هرس میخوره، ناراحته، حسده. حسد خوب نی. اگه یک نفر وضع مالیش خوبه از فامیلاتون نسبت به او حسادت نورزین. یا مثلا شما طلبه ها اون هم مباحثت 20 30 تا شاگرد داره، شما یه نفرم شاگرد نداری، یه نفرم بهت بدن اصلا اون یه نفرم فرد نمیاد. نمیتونی مدرس نیستی، بیان نداری، نمیتونی تدریس کنی، حالا نسبت به او ناراحتی، حسادت می‌ورزی. ما داشتیم قدیم اینجا افرادی که شاگرد زیاد داشتن و عده‌ای نسبت به او حسادت میکردن. حاصل حسادت خوب نیست. بچه‌های یعقوب برای حسادت چون دیدن حضرت یعقوب و حضرت یوسف خیلی عشق می‌ورزه، خیلی دوستش داره، حسادت کردن دیگه. حسادت کردن و به یه بهانه او رو با خود بردن بیرون شهر به عنوانی که با هم به اصطلاح تفریح بکنن یا بازی کنن یا بقول حالا یا بله اینا. وقت بردن و قصه ای داره مفصل سوره یوسف که حضرت یوسف رو خیلی کتک زدن، خیلی زدن، انداختنش تو چاه و بعدم خدا حفظش کرده. بعدم از چاه یا الله توجه کردیم. پس حسادت بله، این کاری کنین هیچ وقت نسبت به کسی حسادت نورزید. اما دو چیزی که راجع به چشم، به شرطی که یادتون نره ها، اون دو تا اولی راجع به چی بود؟ زبان بود، غیبت. و دو تایی که راجع به قلب چی بود؟ حسد و کینه. دو چیزی که راجع به چشمه، یکی این که هر چی که حرومه نگاه نکن. تو دهاتا به زنها نگاه میکنن، میگه با خواهرمی بیا اینجا. خواهرمی چیه؟ ما خواهربرداری نداریم. ولو به چشم خواهری هم نگاه کنی نمیتونی به زن نگاه کنی، به زن نامحرم. من نمیدونم اینا که نگاه میکنن جواب خدا رو چی میدن. ولو حالا اون روش بازه، ولو بچه کفین رو بعضی فتوا میدن که پوشیدنش لازم نیست، ولی خیلی هم احتیاط میکنن باید صورتشون رو بپوشن. پوشیه دارن الان بعضی زنها در اون حجابشون رو مراد صورتشون رو میپوشن، ولی بعضی هم میگن بچه کفین آزاده. اما خب آزاده، اما نگاه کردن ما جایز نیست. ما نمیتونیم زن نامحرم رو نگاه کنیم. در این اختلاف نیست، چون آیه داره قرآن یا ایها قل للمؤمنین یغضوا. خدا به مؤمنین میفرمان که به اینا بگو چشمشون رو بپوش. و قل للمؤمنات یغضضن. به زنان بگو که حتی صدای زن خطرناک عورته. صدای زن هم عورته. یعنی زن جوان که صحبت میکنه، زن بردری تازه اومده عروس منزل شما، این جوان با شما میخواد صحبت کنه، این مشکله. مگه ضرورت بنده ضرورت نون نداریم داداش دیر میاد یه دوتا نون بگیر بیا، چشم، اصلا ضرورت. اما دیگه بیشین با زن نامحرم مدتی صحبت کردن این خلاف احتیاطه و مشکله. صحبت کردن اتفاقیه که جایز نیست، یعنی نگاه کردن. صحبت هم بنده ضرورت ابی نداره، اما بیشتر از ضرورت با زن جوان مشکله. آقای کمپانی میفرمودن در همدان ما درها چوبی بود در خونه ها، یه آهن این ور بود یا آهنم به در بود. مردا که میادن و آهن و اف که نبود اون وقتا میزن. این ور حلقه بود، زنها او رو میزدن. اونو که میزدن زن میاد دم در، اینو که میزدن مرد میاد دم در. اینجور بود. زن نمیاد پشت در بگه کیه، خود حاج آقا میاد کیه، منم در اونجا رو که میزد حاج آقا نمیاد، خود زنه میامد. آقای کمپانی نقل میکرد، میگفت گاهی وقتا مرد تو خونه نبود، یه مردی میامد اون در رو میزد. اون وقت حاج آقا به عیالش گفته بود وقتی رفتی پشت در کیه خواستی بگی انگشتتو بکن تو حلقت که صدا ظاهر نشه.
صدای زن جوانم تحریک میکنه، خطرناکه. لذا زمان قدیم اینجور بوده که زنها انگشت و عرقشون میکردن پشت در، میگفتن وقت اون میگفت مثلا میگفت سنم میزستنم، اینا رو بعد بشنوید امام زمان که بیاد علیه السلام مردم میگن دین تازه آورده. حالا این حرفام که من میزنم شما میگید این آقام دین تازه آورده. نه بابا اینطوری بوده سابقا. ولی شماها که طلبه این اقلا محرم و نامحرم حالتون بشون کتاب محرم و نامحرم منو انشالله مطالعه کنید ببینید زندایی به شما محرم نی. حالا اون به شما میگه زندایی جون، اما اون محرم نی. زنمو هم محرم نی. بله اگه زندایی عمه شما باشه، من یه زندایی دارم الان عمم هم حق و محرم. مگه زنمو خالتون باشه، تو شماها شاید باشه افرادی که زنموتون خالتون هم خاله محرمه. اما اگه زنموی خالیه نه رحمه نه وارثه. اگه کسی امروز از دنیا رفته یه زنمو داره ارث به اون نمیدن، اما به خاله ارث میدن. که اولاد نداشته باشه، خواهر برادر نداره، خاله طبقه سوم ارث. خاله و دایی، عمه و عمو. اونا که کتاب ارث خوندین میدونین 3 طبقه داره ارث: اولاد و پدر مادر، نوه و اینا هم جز به اولاده. بعد از اینکه اولاد نباشه به نوه ارث میرسه. طبقه دوم خواهر برادر، جد و جده. طبقه سوم اینا ارث میبرن. توجه کردید؟ 2 چیزی که راجع به چشمه چی بود؟ چیزا که حرومه نگاه نکن. تا چشمه به زن افتاد یه ایمانی هم در قلبت پیدا میشه اون موقع که حدیثش اول محرم و نامحرم هست. النظر و سهم مسموم من سهام ابلی، نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای شیطان. فمن ترکه خوفا، و اگر کسی نامحرم رو نگاه نکنه خوفا لله، از جهت ترس خدا، اعطاه الله ایمانا، خدا بهش ایمانی میده که یجد و حلاوته فی قلبه، شیرینیشو تو قلبش میبینه. از حالا خودتون عادت بدید که سرتون بشه. آقای تهرانی خمیده بود، ازش پرسیدن شما چرا خمیده شدین؟ فرمودن از جوانی برای اینکه چشمم به زن نامحرم نیفته سرمو دلا کردم لذا خمیده شدم. استاد بود. یه روزی خدمت رهبر انقلاب موقعی که رئیس جمهور بودم تشریفات مشهد بالا شام هم خدمتشون بودیم. حاج جواد آقا آمدن دیدن ایشون. حاج جواد آقای ملکی، ببخشید حاج جواد آقای تهرانی نه ملکی استاد اخلاق های بروجردی. حاج جواد تهرانی مشهد بودن. قبرشون هم در بهشت رضاست که عجیب اون فضا معطره. اون فضایی که قبر ایشونه معطره. یه وقتی میرید مشهد برید بهشت رضا بپرسید قبر حاج جواد آقای تهرانی. خودش وصیت کرده که منو ببرین پیش فقرا، همون بهشت رضا، تو حرم نبرید، ببرید اونجا. یه دفعه من رفتم سر قبرش، خیلی عجیب بود حاج جواد آقای تهرانی. پس 2 چیزی که راجعه که یکم که لا توزی مسلما، یعنی اذیت نکن با چشمت مردمو. این اذیت 2 معنا داره. یکی این که غیبت نکن با چشمت. آخه بعضی با غیبت مثلا یه حرفی میزنم اون آقا همشی میکنه، مقصود این آقا او بود. این غیبت با چشم. ویلون لکل همزه لمزه همین. یه معنای دیگه اذیت با چشم چشوریه. بعضی نظر تنگن، میرن خونه فامیلشون میبینن وضع مالیش خوب شده، یهو بچهش تب میکنه شد. بله این حقه ها. پیغمبر اومدن چشم بزنن جلو منبرش نشستن با چشم پیغمبر از بین ببرن. آیه اومد و این یک عاد الذین کفروا، همین ون یک عادی که به بچه آویزون میکنن، این آیه در این موقع نازل شد. بله این قصه چشم زدن حقه که آدم گاهی بعضی آدمو چشم میزنن و باید خدا. پس این 6 چیز انشاءالله حفظ کنین که به دردتون میخوره. 2 چیزی که راجع به زبان بود غیبت بود و دروغ، 2 چیزی که راجع به قلب بود کینه بود و حسد، 2 چیزی که راجع به چشم بود، یکی اینکه نامحرم رو نگاه نکن، یکی اینکه با چشمت این اذیت نکن. 2 معنا کردم، یکی اینکه با چشمت غیبت نکن، یکی اینکه با چشمت نظر تنگ نباش، چشمت شور نباشه که با چشمت بگی عجب فلانی چی داره، ماشاءالله خونه به این بزرگی و ماشینیشو ببین. یهو شب حاج آقا تب میکنه و مریض میشه.
یه مسئله شرعی که عموم مردم بشنون خوبه یاد بگیرن. راجع به طمأنینه ما اینو زیاد برای شما گفتیم. شاید خیلی مردم نمیدونن در نماز طمأنینه واجبه. این مسائل هم که میگم اتفاقیه بین مراجع تقلید. خیلی مردم نمیدونن در نماز طمأنینه واجبه. طمأنینه چیه؟ یعنی چی طمأنینه؟ یعنی آرامش. یعنی او که حمد و سوره میکنی این پامپانش رکوع تا نرسیدی بدنت آرام نگرفته ذکر رکوع نکن. سجده تا نرسیدی بدنت آرام نگرفته ذکر سجده نکن. عمدن اگه بگی نمازت باطل. حالا شانسمون گفته که طمأنینه رکن نیست. اگه رکن بود سهونش هم اشکال داشت. سهون اگه من رفتم به سجده متوجه شدم هنوز بدنم آرام نگرفته ذکر گفتم نمازم باطل نیست، اما ذکر رو تکرار کنم. بعد از آن که بدنم آرام گرفت اون ذکر بی خوده. اون که بدنم آرام نبود اون ذکر بی خوده. حالا باید یه ذکر با طمأنینه بگم، یعنی بدنم آرام بگیره، بدنم آرام بگیره، اون وقت ذکر بگم. پس طمأنینه واجبه اما رکن نیست. همه یاد گرفتیم؟ طمأنینه چه؟ یعنی در نماز انسان آرام باشه، حرکت نکنه. عمدن اگر حرکت کنه ذکر رکوع سجده رو در حال حرکت بگه یا حمد سوره رو در حال حرکت بگه نمازش باطل عمدن. ولی سهوا باطل نیست، منتهاش اون ذکر رو باید یه دفعه دیگه بگه اگر جای تدارک هست. مثلا در سجده فهمیدم که من هنوز بدنم آرام نگرفته بود، ذکر رو گفتم. حالا که بدنم آرام گرفت باز ذکر رو بگم. اما اگه سرم از سجده برداشتم فهمیدم هنوز ذکرم تموم نشده بود پا شدم سهوا، طمأنینه رو مراد نکردم، اونجا دیگه گذشته دیگه، نماز عیبی نداره چون سهوا بوده، عیبی نداره. فرق بین واجب رکنی و واجب غیر رکنی اینه که واجب رکنی چه عمدن چه سهوا ترک بشه زیاد بشه کم. مثلا رکوع شما یادت بری به سجده یادت بیاد رکوع نکردی، دو منزل یکی از حمد و سوره اومدی به سجده ولی سهوا بوده اما باطل نمازه چون رکوع رکنه. اما ذکرش رکن نیست. ذکر رکوع اگه یادت بره در سجده بفهمی رکوع رفتی اما حواست پرت شد ذکر نگفتی، نمازت باطل نیست چون ذکر واجبه. عمدن ذکر نگی نمازت باطله، اما سهوا ذکر رکوع رو نگی نمازت. یا مثلا حمد و سوره یادت رفت رکعت سوم پیش نماز بود، رکعت دوم شما بود، یه رکعت دیر اقتدا کردی. نوعا اینجا حمد و سوره بعضی یادشون میره، در رکوع یادشون میاد که حمد و سوره نخوندن نمازشون باطل نیست. منتهاش حالا دو سجده سهو رو بعضی مراجع مستحب میدونن، بعضی مراجع هم واجب میدونن. به رساله مرجعتون مراجعه کنید. من مرجع آقای بورجلی رو یادم که احتیاط واجب میکردن، کم کردن در نماز و زیاد کردن در نماز رو ایشون واجب احتیاط واجب، ولی مراجع فعلی رو باید خودتون به رساله مراجعه کنید. هر وقت میخوای دعا کنی قبل از اینکه میخوای دعا کنی بگو خدایا من از همه کسانی که به من غیبت من کردن، من ناراحت کردن، من گذشتم تا من بگذرم. خیلی موثره. حتی حدیث داره اگه قدرت بر انتقام داری میتونین کسی که کشیده زده شما میتونی علای کشیده بزنی، اما به شکرانه این که قدرت پیدا کردی اینو بزنی عفوش کن. شکر انتقام، شکر قدرت بر انتقام چیه؟ آدم اینا رو به عنوان موعظه به مردم بگه که بعضیا کینه این آقا. یه نفر اومده میگه آقا از من بگذر، میگه من اتو نمیشه شده ها، در حال احتضار بوده کسی. یه بنده خدا اومد بهش گفت آقا بخشید، این در حال احتضارم گفت نمیبخشم. اما چی؟ خب در قیامت گیری. خدا میگه چطور تو یه خطا او کرده بود ازش نگذشتی، من با این همه گناه حتی بگذرم؟